سیومی ایمان در قربانتپان در دانشگاه نصیری خسرو امتیاز سپردیم برای کوتا پرزیدنتی در میدونستو. سه دختر اشتراک کردیم. اول سه تاش ولی من زیاد شد اما با امتیاز خواستم که در دفعه دوم مرتبه مونم. برای دوم بار در شهر دوشنبه در وزارت معارف وزیر جوی در آنجا دوم مرتبه امتیاز گرفتن و من عقب ماندم و دختر بزرگ. رئیس دخترش بود یکم بار وای نتونسته که دوم بار وای بزنه. یکم مرتبه که در نوحیه شما سپریده بودن وای گذشت یکی؟ نوحیه باید سه دختر گذاره بود و یا ولایت میگیره. ولایت نگذاشته بود بعدش پس بود. اگر وزارت با پس بودو با شما کتی وزارت اومد با امتیاز برید؟ نه ممکنه نگه سپری گذشت؟ وای گذشت. یکم بار حق شد که من گذاشتم سالگم کتی بعد نتونستنده گذارنده بعد دوم بار نو حقیقت و گذارند در وزارت جای وزیر سعیدوف نوردین امتیان کی گرفت؟ امتیان گرانده یک دکان همون امتیان که همون معلمایی که در قربانتپه امتیان گرفتن همون با آمده در این وزارت شهر دوشنبه با همون معلما بود دیگه فصل شدگی نبود. شما بعد وزیر به مراجعت کردید؟ مراجعت کردیم همون روز قبول نکرده کس. بعد عریضه نوشتیم و یا خودش گفته که نه قانونی شد گفته گپ زدن قانونی نشد غیر قانونی